بسم الله قاسم الجبارین. قبلا هشدار داده بودیم که ارتش متجاوز آمریکا به دلیل هجوم مقتدرانه نیروهای مسلح و نابودی پایگاه‌های خود در منطقه فراری شده و در خارج از پایگاه‌های خود مخفی شدند. در ساعات گذشته دو مخفیگاه آنها به ترتیب در مخفیگاه اول بیش از 400 نفر و در مخفیگاه دوم بیش از 100 نفر در دبی پنهان شده بودند که هر دو مکان شناسایی و مورد هجوم موشک‌ها و پهپادهای نقطه زن دلاور مردان نیروی هوافضا و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفتند که تلفات بسیار سنگینی بر آنها وارد گردید. ساعت هاست که آمبولانس ها مشغول انتقال کشته ها و مجروحان فرماندهان و سربازان آمریکایی هستند. ترام و فرماندهان ارتش آمریکا باید به خوبی درک کرده باشند که منطقه به گورستان سربازان آمریکایی تبدیل خواهد شد و راهی جز تسلیم در برابر اراده الهی مردم قهرمان و رزمندگان شجاع اسلام نخواهند داشت و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.